گلگونه ها نامهربانی آتش گلگونه ها بی همزبانی آتش میخواهم اکنون تا سحرگاه بخوانم افسرده‌ام دیوانه‌ام آزرده جانم ای ساکن جان من آخر به کجا رفتی در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی تو بدین زودی تو باد صبا بودی مانند بوی گل با باد صبا رفتی گل بودی بابا گل بودی و همچو برگ گل از کنار ما پر کشیدی نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی تمام شما به خوبی مرحوم محمود شادروان حاج اصغر آقای دهقان رو میشناختید. شاید خیلی از شما میدونید که این مهربان چقدر مهمان نواز